بچه ما جبر دیده خوب بود. بچه ما در این کار اودینه خوش نبود، هیچی نبود. این زن 3 ماه است که از وضع پسر و شوهر پیشینش خبری ندارد. او یگانه نفری است که به گفته خودش برای محمورات اودینایف به بازداشتگاه غذا میبرد. میگوید کارمندان بازداشتگاه غذا را میگیرند ولی نه شوهر سابق و نه پسرش را برایش نشان نمیدهند. درباره سلامتی محمورات اودینایف تنها از خبرهای پراکنده همین قدر شنیده است. سلامتیش خوب نیست، میگه کالسکه دوزی توبت شده، در کالسکه میبرن میگه. همین خیلی فهمیدیم که مزه همون اودینه محمورات نبوده. بچه ما سروش خیلی زده کفوندگی خیلی چند ماه پیش بود، زاتو جوش هسته. میگن ای سوت یولی میگیری. کی میگه؟ همین خیلی گفتن که دادرش مراجعت کرده سوت یولی دفته که خیلی. محمورات اودینایف روز 28 ژانویه امسال به 14 سال زندان محکوم شد و فعلا در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود. پیوندان و هم رئیس حزب سوسیال دموکرات از آن زمان تا کنون او را ندیدند. رحمت الله ظاهر رئیس حزب سوسیال دموکرات گفت سلامتی معاونش در بازداشتگاه بد است. تبابت زمین چه نگذشته همین وای تورمه خودشون میبرن همین وای سود عالی میشتشن لیگی سود عالی نشده وای تبابت بردن. مقامات رسما درباره وضع سلامتی محمورات اودینایف چیزی نمیگویند. یک نماینده این بازداشتگاه با شرط ذکر نشدن نامش گفت از اینکه سلامتی محمورات اودینایف در روزهای اخیر وزنین شده باشد خبر ندارد، ولی به گفته همصحبت ما سلامتی اودینایف از روز اولی که در سیزا قرار دارد برقرار نشده است. خود محمورات اودینایف در وقت اعلان حکمش در دادگاه ناحیه رودکی گفت از سوی ماموران وزارت کارهای داخلی شکنجه شده است. اودینایف مامور شکنجه شدگی نیست. ولی رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی شکنجه شدن اودینایف را رد کرد. مقامات معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را به اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت عیبدار کردند، ولی اودینایف و پیوندانش اتهام را به اساس دانسته گفتند قضیه او سیاسی است. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.